سلام خانمای گل، با یه آموزش جذاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. میخوایم کنار هم دیگه این زیر لیوانی ها یا حالا زیر فنجونی های خوشگل رو ببافیم که حالا من توی دو تا طرح رنگ اصلا توی دو تا رنگ بافتمش که حالا بخواستم بهتون نشون بدم که میتونید اینها رو به صورت متنوع ببافیدشون. یه بافت فوق العاده شیک حالت برگی خوشگلی هم به خودش داره و میتونید خیلی ببافید و ازش استفاده کنید. فقط اینو بهتون بگم قبل از اینکه بریم سراغ نحوه آموزش، یه نکته رو خدمتتون بگم، اینکه این آموزش ها عزیزان واقعا براشون زحمت کشیده میشه. من خودم شب بیدار میمونم و این آموزش ها رو برای شما در لابلای آموزش های دیگه سعی میکنم حتما آموزش های رایگان رو هم براتون بگیرم و هزینه این آموزش فقط یک لایک هستش از طرف شما عزیزان. پس ممنون میشم قبل از اینکه بخواید آموزش رو ببینید این پست رو لایک کنید و دوست داشتید کامنت بذارید و برای دوستانتون که علاقه‌مند به بافتنی هستن هم ارسال کنید تا اونها هم بیان به جمع و بپیوندن و از آموزش‌های پیجمون استفاده کنن. ممنون از همگی. خب بریم حالا سراغ بافتمون. برای این بافت عزیزان شما میتونید از یکی از بهتر نخ‌هایی که میتونید استفاده کنید نخ مکرمه کتان 2 سوزنه هستش. از مکرمه پلی استر هم میتونید استفاده کنید. 2 سوزنش یه سوزن خیلی ظریف در میاد، ولی 2 سوزنه حالا خواستید درشتر هم بشه میتونید حتی از 3 سوزنه هم استفاده کنید. الان همین اندازه‌ای که مثلا من بافتم، الان من اینا رو با کانوا بافتم، یعنی با خورده کانواهاتون هم میتونید ببافید، ولی خب ترجیحاً کانواهایی که حالا اکریلیک هستن 100% یا بیشتر کانواهایی که درصد کتان دارن بهتر هستش برای این کار استفاده بشه. الان من اینا رو با یارن آرت جینز بافتمشون و قلاب شماره 3. الان ببینید تقریبا بخوایم بگیم از یک برگ تا یه برگ دیگر بخوایم در نظر بگیریم حدوداً چیزی حدود 15 سانت، مثلا 14 15 سانت، این یکی هم به همین صورت قطر کارتون میتونه در بیاد. من این کار رو توی 2 تا مدل بافتم. یه تفاوت کوچیک داره، اونی که آموزش میدم دقیقا همین مدل رو من به شما آموزش میدم. این یکی کارم حالا بهتون میگم که چه تفاوتی با این داره. دقیقا همین هست، منتها این قسمت که میبینید ما اینجا فضاها رو ایجاد کردیم. اینجا فضاهام 3 زنجیره هست، داخل این یکی کارم فضاهام 4 زنجیره هست. بعد برگارم که بافتنی، من اومدم اینجا بین این پایه هایی که بافتم این قسمت، اینجا که بین 2 تا برگ هست یک پایه زنجیره هم بستم که یه فاصله ایجاد کرده، اما توی این یکی این کار رو نکردم. اینها تفاوت این 2 تا کار هستش و حالا توی بافت در ادامه میام بهتون توضیح خواهم داد. برای بافت این موتیف ما موتیفی که به شکل زیرلیوانی هست ما بایستی بیایم یک حلقه تشکیل بدیم. برای تشکیل حلقه هم میتونید از حلقه جادویی استفاده کنید، هم میتونیم بیایم چیکار کنیم، بیایم زنجیره بزنیم و گردش کنیم، فرقی نمیکنه. میام به این صورت یه حلقه کوچیک ایجاد میکنم، قلاب از پشتش میبرم داخل، نخمو میارم بیرون و محکم میکنم و 5-6 تا زنجیره میزنم و اینو تو زنجیره اول میبرم به این شکل کارمو گرد میکنم. این نخم اینجا داخل کار میخوام پنهان کنم. 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند. بعد داخل این حلقمون رو 19 تا پایه دیگه میزنیم که با این 3 تا میشه 20 تا. پایه بلندم که به این صورتی که نخ و دور قلاب میندازیم داخل حلقه میبریم، به این شکل 2 مرحله بافت انجام میدیم. ما بایستی 20 تا پایه در واقع داخل این حلقه داشته باشیم. خب 19 تا پایه بلند گفتم میزنیم که با اون 3 تا زنجیره ابتدایی میشه 20 تا پایه. بعد میایم به این اولین پایه بلندی که بافته بودیم به این شکل اتصالش میدیم. به این حالت بافت ما در میاد. این نخ اضافی رو هم که بعداً داخل بافت پنهان میکنید و قطع میکنید اضافیش رو. برای شروع رج دوم ما میاییم 1 2 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند و 1 2 3 4 زنجیره هم فاصله میدیم. یه پایه رو نمی بافیم، تو پایه بعدی میریم یک پایه بلند می بافیم. دوباره 4 تا زنجیره میزنیم، یه پایه رد میکنیم، پایه بعدی
یه بلند میبافیم. به همین صورت ما تا انتها ادامه میدیم و بایستی 10 تا از این فضاهای 4 زنجیره‌ای ایجاد کنیم. به انتهای رد که میرسیم آخرین پای بلند رو که میزنیم 4 تا زنجیره میزنیم و میاییم به ابتدای کار میشماریم. ببینید 1 2 3 به سومین زنجیره به این شکل اتصال میدیم. برای رجبت حالا شما اگه تک رنگ میبافید که خب ادامه میدید بافت و اگر خواستید مثلا 2 رنگ ببافید اینجا نختون رو اضافهش رو یه مقدار نگه میدارید، ما بقیه رو قطع میکنید. میخواین نخ بعدی رو اتصال بدید دیگه این نخ رو رها میکنید. قلو ببینید از داخل این همین دونه‌ای که هست و سر این پایه به این شکل میبرید داخل. نخ بعدی رو میارید و میارید بیرون به این صورت. به این نخ کاری نداریم. این نخ جدید هم یه مقدار اضافه میگیریم که بعدا داخل کارمون پنهانش کنیم. میایم از زیر این نخی که کوچیکه قلو میاریم یه زنجیره میزنیم. برای شروع رجبت ما 4 تا زنجیره میزنیم، 3 و 4 تا. بعد میایم چه کار میکنیم؟ میایم 1 2 3 4 و 5 مرتبه نخ رو دور قلاب میندازیم. این پایه که هیچی میایم سراغ پایه بعد. داخل این پایه میاییم نخ رو میندازیم و این نخهایی که دور قلاب هست 2 تا یکی میکنیم. 1 مرحله، 2 مرحله، 3 4 5 و 6 مرحله میشه. یک زنجیره میزنیم، میایم این بار 1 2 3 4 مرتبه نخ و دور قلاب میپیچیم. ببینید مرحله اولی که این بافت قبلی رو انجام دادیم اینجا نخ و داخل اینجا میندازیم، میاریم بیرون و اینها رو دوباره 2 تا یکی میکنیم. 1 2 3 4 و 5. مجدد یک زنجیره میزنیم، این بار 1 2 3 مرحله نخ رو میندازیم دور قلاب و میایم دوباره از بافت قبلی این مرحله اولش قلاب بریم داخل، نخ رو میاریم بیرون و اینها رو 2 تا یکی میکنیم. 2 مرحله، 3 مرحله، 4. مجدد یک زنجیره فاصله میزنیم، این بار 2 بار نخ و دور قلاب میپیچیم و از مرحله اول دونه قبلیمون میبریم داخل، میاریم بیرون. 1 مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله بافت رو انجام میدیم. دوباره یه دونه زنجیره میزنیم، این بار 1 بار نخ و دور قلاب میندازیم، میایم از مرحله اول این بافت به این شکل 1 مرحله، 2 مرحله ما پای بلندمون رو میبافیم. دوباره یه دونه زنجیره فاصله میدیم. ببینید الان ما نصف این گلبرگمون اصطلاحاً بافته شده. میایم نخ رو میندازیم دور قلاب، از داخل همین پایه که اینجا هست ببینید اینجایی که ما این پایه بلند قبلی رو بافتیم از اینجا نخ و قلاب بریم داخل، نخ رو میاریم بیرون، یه پایه بلند میبافیم، یه زنجیره میزنیم، دوباره 2 بار این بار نخ و دور قلاب میندازیم، از انتهای این یکی پایه که میبینید اینجا قلاب بریم داخل، نخ رو میاریم بیرون و پایه دوبلمون رو اصطلاحاً میبافیم. دوباره نخ و یک زنجیره میزنیم، این بار 3 مرحله نخ و دور قلاب میندازیم، میریم سراغ پایه بعدی، انتهای این پایه بعدی که داریم اینجا قلاب میاریم داخل و پایه سوبلمون رو اصطلاحاً میبافیم. دوباره یه دونه زنجیره میزنیم، این بار پایه چوب میخوایم بزنیم اصطلاحاً 2 مرحله، 3 مرحله، 4 بار نخ و دور قلاب میندازیم و این انتهایی که میبینید اینجا نخ و قلاب میاریم بیرون، 1 مرحله، 2 مرحله، 3 4 و 5 مرحله ما بافت رو انجام میدیم. این نخی هم که بچه این اول کار بود، اگر نختون رو در واقع شما هم خواستید 2 رنگ ببافید این نخ رو الان میتونید خیلی راحت بکشید و بافتتون محکم میشه و بعدا حالا این نخ رو داخل بافتتون پنهان کنید. بعد از اینکه این بافت رو انجام دادید بدون اینکه یک زنجیره بزنیم میخوایم روی پایه بلند بعدی بریم و یه پایه دوب بزنیم، یعنی نخ رو 2 بار دور قلاب میپیچیم روی این پایمون
پایه دوبل اونو میزنیم، 1 مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله. به این صورت یکی از گلبرگ های ما که میبینید شکل میگیره. مجدد میایم بدون یک زنجیره بزنیم، 1 2 3 4 5 مرتبه نخود و قلاب میپیچیم، میریم روی پایه بعدی، بافتمون انجام میدیم، یک زنجیر فاصله میدیم، این بار 4 مرحله نخود و قلاب میپیچیم، از مرحله اول این بافت قلاب بریم داخل و بافتمون رو 2 تا 1 انجام میدیم. مجدد یه دونه زنجیره، این بار 3 مرحله نخود و قلاب میپیچیم، از مرحله اول این بافت قبلیمون قلاب بریم داخل و میاریم بیرون و 2 تا 1 میکنیم. این بار یک زنجیره میزنیم، این بار 2 مرحله نخود و قلاب میپیچیم و از مرحله اول بافت قبلی قلاب بریم داخل و بافتمون رو انجام میدیم. دوباره یه دونه زنجیره، این بار 1 بار نخود و قلاب میاد و از بافت قبلی قلاب بریم داخل و بافت پای بلندمون رو میزنیم. دوباره یه زنجیره میزنیم، اینجا نصف برگ تمام شده، میخوایم دور بزنیم، میایم تو همین جایی که الان پای بلند قبلی رو زده بودیم یه پای بلند میبافیم، یه زنجیره میزنیم، حالا دوبل میخوایم ببافیم، دوبار نخود و قلاب میندازیم. ببین انتهای این پایه‌ای که هست بعدی اینجا قلاب بریم داخل و پای دوبلمون رو میبافیم. دوباره یه دونه زنجیره، بعدی میشه پای سوبل، 3 مرتبه نخود و قلاب میندازیم. انتهای پایه بعدی ببین اینجا قلاب بریم داخل و بافتمون رو تکمیل میکنیم. دوباره یه دونه زنجیره، بعدی میشه 4 بار نخود و قلاب میندازیم، اصطلاحاً پایه چوب میزنیم. انتهای بافت بعدی، پایه بعدی در واقع، اینجا داخل بافت میبریم قلابو و بافتمون رو 2 تا 1 انجام میریم سراغ پای بلند بعدیمون، میخوایم پای دوب بزنیم، دوبار نخود و قلاب میپیچیم و اینجا پای دوبلمون رو میبافیم و به این صورت پای در واقع گلبرگ بعدیمون هم شکل میگیره. ما 5 تا از این گلبرگ ها بایستی تشکیل بدیم. حالا در انتها میگم که چه کارش میکنیم. ببینید من آخرین گلبرگ رو هم بافتم. آخری رو که میبافیم بایستی بیاییم به این 4 زنجیره ابتدایی که زده بودیم، ببینید اینجا به این دونه اولی که بافتیم اینجا به این شکل میخوایم اتصال بدیم. به این صورت منتها جوری اتصال میدیم چون رج بعد ما میخوایم یه دور بافی بست کنیم یا هم بافت شلال بزنیم، میایم به این صورت میزنیم. ببینید این حلقه پشتیش به این شکل، میبینید به این صورت. بعد میایم حالا دونه‌های بعدی رو دور تا دور میخوایم رج بعد بافت بست یا شلال بزنیم، یعنی به این صورت. داخل الان دونه بعدی زنجیر هستی که داخل دونه میبرم، قلاب میارم بیرون، از این دونه اول میارم بیرون. دونه بعدی دوباره بافت پایه است، از حلقه پشتیش نخو میارم بیرون میبافم. دونه بعدی زنجیر است، از داخلش میبرم میبافم. دونه بعدی دوباره یه پایه است، از داخل حلقه پشتی میزنم. دونه بعدی زنجیر است، از داخل زنجیره. دونه بعدی پایه است، ببینید یه حلقه جلویی داریم، یه حلقه پشتی، از حلقه پشتی قلاب میاریم داخل، یه پایه بست یا شلال میبافیم. دونه بعدی هم به همین صورت تا انتها ما به همین شکل بافتمون رو پایه بست یا شلال میزنیم. خیلی هم صفر نزنید که بافتتون خیلی صفر نشه، نه شل بزنید نه صفر. دور تا دور این 5 گلبرگ رو ما این کار رو انجام میدیم. ببینیم چه شکلی میشه به این صورت در میاد. به این ترتیبی که میبینید بافت ما در میاد. حالا شما میتونید حتی رج آخر مثلا اگه دو رنگ بافتید، رج اول مثلا من سفید زدم، میتونستم این رج آخر که شلال میزنم اونجا رو هم
با همین رنگ سفید بزنم یا نه تک رنگ بزنم. دور تا دور میزنید، به انتهای کار اتصالش میدید، نخاتون هم پشت کار مخفی میکنید. مثلا همین نخی که اینجا الان دارید برای ابتدای کار خیلی راحت یک بار داخل این بافت میبرید. به این صورت ببینید این کار چون داخل بافت رفته کاملا محکم هست، خیلی راحت میتونید نختونم بچینید. یکی نخارم میتونید این سوزنایی که هست استفاده کنید، نخاتون رو سوزن کنید داخل بافتتون، لای زنجیره ها و پایه هاتون پنهان کنید و به این ترتیب یه بافت زیر لیوانی خوشگلی رو داشته باشید که میتونید به عنوان زیر لیوان یا زیر کاپ و فنجون استفادهش کنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و بتونید این آموزش رو استفاده کنید و کاری خوشگل باش ببافید. تا یه آموزش دیگه شما عزیزای خودم رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همگی.